با عرض سلام خدمت مهندسین گرامی. این جلسه با مدل سازی ستون سنگی در نرم افزار پلاکسیس 3D خدمت شما هستیم. مدلی که این جلسه خدمتون مورد بررسی قرار میدیم یکی از آزمایشگاهی هست که توسط آقای قندی انجام شده و همین آزمایش مجددا توسط آقای شاهی مورد بررسی قرار گرفته. در این آزمایش از باکسی با قطر 420 میلیمتر و ارتفاع 450 میلیمتر استفاده شده. ستون سنگی ما دارای قطر 100 میلیمتر بوده که در مرکز این باکس قرار گرفته. جهت بارگذاری یک ورق فولادی بر دقیقاً قطر ستون سنگی بر بالای ستون سنگی قرار گرفته و به کمک جک اقدام به بارگذاری شده است. خاکی هم که اینجا وجود داره خاک رس نرم هست. مشخصات ستون سنگی و رس مورد استفاده در این آزمایش در این قسمت ذکر شده. فقط نکته که اینجا وجود داره، رفتاری رو که ما قراره در نرم افزار پلاکس 3D مورد بحث و بررسی قرار بدیم، رفتار آندرینت برای خاک رس لحاظ کرده. خب اینجا چون که ابعاد ما بر حسب میلیمتر هست، هنگام ورود به نرم افزار ما واحد طولمون رو بر حسب میلیمتر تنظیم میکنیم که کار مدل سازی ما راحت تر انجام بشه. فقط نکته که وجود داره، پارامترها رو موقعی که ما میخوایم وارد کنیم، چون که طول رو بر حسب میلیمتر تنظیم کردیم، به همین خاطر واحدهایی که اینجا هست بر حسب کیلو پاسکال که میشه 1 کیلو نیوتن بر متر مربع باید تبدیل بشن به کیلو نیوتن بر میلیمتر مربع. خب اگر ما بخوایم کیلو پاسکال یا کیلو نیوتن بر متر مربع رو تبدیل کنیم به کیلو نیوتن بر میلیمتر مربع، در 10 به توان -6 ضرب میشه. همینجور موقعی که ما میخوایم وزن مخصوص ها رو وارد کنیم، اعداد و اطلاعات پارامترهای مربوطه رو، کیلو نیوتن بر متر مکعب رو اگر ضرب در 10 به توان -9 کنیم میشه کیلو نیوتن بر میلیمتر مکعب. خب پس بنابراین اعدادی که تو این جدول هست با کمک این ضرایبی که اینجا هست، تبدیل واحدهایی که اینجا هست، وارد سیستم خواهیم کرد. خب نتایج در هر دو مقاله های قندی که این قسمت میشه و آقای شاهی اومده ذکر شده، ما میخوایم بیاییم و نیرویی که باعث نشست 20 میلیمتر در ستون سنگی هست با کمک نرم افزار محاسبه بکنیم. فقط اینجا نکته‌ای که وجود داره، عددی که اینجا خونده میشه برای 20 میلیمتر چیزی هولوش 690 کیلو پاسکاله که اعدادی که ما در نرم افزار برداشت میکنیم بر حسب کیلو نیوتن است. یعنی باید نیرو رو تبدیل کنیم به تنش. نیرو تقسیم بر سطح مقطع این ستون سنگی اگر بشه، یعنی پی دی 2/4 اتفاقی که میفته، به راحتی ما میتونیم تنش ها رو محاسبه کنیم و ما مقادیر اینجا مورد بررسی قرار بدیم. خب ما در این قسمت مدلی رو تعریف کردیم که اگر دقت کرده باشید طول رو بر حسب میلیمتر تنظیم کردیم. طول و عرض در جهت ایکس و وای رو 420 میلیمتر مطابق با اون باکس مورد آزمایش قرار داده شده. عمق رو 450 میلیمتر توسط دستورات مربوطه تعریف کردیم. متریال رو یه رس و یه دونه ستون سنگی تعریف کردیم که این ستون سنگی مدل مورکولوم. تنظیمات ما نوع تایپمون بر حسب تایپ درینیج بر حسب آندرینت بید تنظیم شده
وزن مخصوص رو از اون جدول به دست آوردیم که در اینجا هست. اگر دقت کنید ضرب در 10 به توان -9 شده و عددی که در اینجا هست استخراج شده. مدول لاسیته ضریب پاسون SU یا همون CU رو اینجا هم ما با توجه به این جدول و این تبدیل واحدها که در اینجا وجود داره و اعدادی که اینجا هستن مقادیر رو وارد نرم افزار کردیم و در اینجا اینترفیس رو هم روی 9 تنظیم کردیم. خب نکته‌ای که اینجا وجود داره، برای ستون سنگی باز از مدل مورکولوم استفاده کردیم، وزن مخصوص ها و پارامتر ای ضریب پاسون. و در اینجا چون ما به خاطر اینکه هنگام بارگذاری پیغام گسیختگی رو مشاهده نکنیم و دچار فیل نشه، یک چسبندگی کوچیک همیشه باید با به خاک های حالا شنی، ماسه‌ای و یا سنگ هامون بدیم تا نرم افزار ما دچار خطا نشود. اعداد رو که در اینجا هست همگی استخراج کردیم و اینترفیس رو هم رو 9 تنظیم کردیم. خب نکته دیگه‌ای که وجود داره، برای از المان پلیت هم برای صفحه بارگذاری استفاده کردیم. ضخامت 8 میلیمتر، وزن مخصوص رو هم به دست آوردیم. ایره هم 210 گیگاپاسکال که از جنس فولاد هست تنظیم کردیم. خب حالا اگر بخوایم ستون سنگیمون رو تعریف کنیم، ما با چون ستون سنگی در مرکز قرار داره و هر بعد در جهت x و y ما 420 میلیمتر هست، به نقطه 210 و 210 دقیقا مرکزش. خب ما اینجا یک دایره میخوایم با قطر 100 میلیمتر، شای اون میشه 50 میلیمتر. خب اگر ما به همین صورت بخوایم ترسیم کنیم، مرکز رو نقطه 210 و 210 قرار نمیگیره. به همین خاطر، به خاطر اینکه مرکز ما روی نقطه 210 و 210 صفر قرار بگیره، میبایست این مقطع ما به اندازه شعاع رو به پایین حرکت کنه، یعنی در جهت محور شماره 2. به همین خاطر این رو در جهت محور شماره 2 به اندازه 50 میلیمتر به پایین حرکت میدیم. در این حالت میبینید که دقیقا در مرکز اون در نقطه 210 و 210 قرار خواهد گرفت. خب دایره ما ترسیم شده. کریت سرفیس رو میزنیم. این رو اگر ما اکسترود کنیم به اندازه منفی 450 میلیمتر، اتفاقی که میفته ستون سنگی ما در اینجا ایجاد میشه. جنسش رو انتخاب میکنیم، به خاطر که اینترفیس رو هم بتونیم اینجا ما تعریف بکنیم در جهت شاف و بدنه ستون سنگی. دایره شکل رو اکسترود میکنیم منفی 450 میلیمتر رو به پایین. این سطحی که ایجاد میشه رو اینترفیس نگاتیو انتخاب میکنیم. این قسمت دیگه اضافه است پاک میکنیم، به خاطری که بتونیم توی خب صفحه بارگذاری خودمون تعریف کنیم. سطح رو انتخاب میکنیم، کریت پلیت رو میزنیم، جنسش رو اینجا انتخاب میکنیم از جنس پلیت. خب حالا ما باید بیاییم و میزان جابجایی که مد نظرمون هست رو بیاییم و مشخص کنیم. تو این مرحله
صفحه که انتخاب شده کرت دیسپلیسمنت رو میزنیم. جابجایی مد نظر ما اگر دقت کنید بر حسب میلیمتر هست. ما میخوایم 20 میلیمتر جابجایی نیروی به ازای 20 میلیمتر جابجایی رو در اینجا تعیین کنیم. -20 رو اینجا انتخاب میکنیم. مراحل تعریف مدل در اینجا به اتمام میرسه. قسمت مش میریم. یک مش حالا میدیوم رو ما انتخاب میکنیم. در این قسمت استیج کانسترکشن در مرحله اول که تنش های برجای ما ایجاد میشه. در مرحله دوم ما میاییم و ستون سنگی رو ایجاد میکنیم به علاوه همراه اینترفیس های اونا. ژئومتری قسمت ولوم ما یه دونه حجم داریم اینجا، جنسش رو از کلی تبدیل میکنیم به استون. اینترفیس رو هم فعال میکنیم. اون پلیت بالای اون رو هم میتونیم در این مرحله در این فاز فعال کنیم. میتونیم یک فاز اضافه هم براش تعریف کنیم. در فاز بعدی ما سرفیس دیسپلیسمنت رو فعال میکنیم و اینجا کنترل میکنیم که مقدار -20 میلیمتر ما جابجایی رو مد نظرمون هست. خب نکته که اینجا وجود داره، با توجه که ما در این مرحله میخواییم جابجایی هامون رو به اندازه 20 میلیمتر لحاظ کنیم، این رو میتونیم روی جابجایی های ناشی از مدل سازی رو 0 بکنیم که به عنوان مبدأ جابجایی و جابجایی های ناشی از بارگذاری ها در این حالت رو بتونیم خروجی های بهتری ازش بگیریم. خب دکمه کلکیولوتیت رو میزنیم، اجازه میدیم که مراحل محاسبات ما انجام بشه. در فاز دوم که فاز بارگذاری هست، همونجور که مشاهده میکنید در این قسمت سیگما مسیج ما روی این عدد هست و نیروی FZ رو به پایین رو در اینجا شما میتونید مشاهده بکنید. خب با توجه به اینکه المان حجمی وقتی ما استفاده میکنیم و مشمندی میکنیم تعداد مش‌های و نقاط ما افزایش پیدا میکنه و المان‌های ما اجرای برنامه یه مقداری زمانبر خواهد بود. خب در اینجا آنالیز ما به اتمام رسیده. روی فاز 2 دبل کلیک میکنیم. میزان نیروی در جهت محوری Z برای جابجایی 20 میلیمتر اینجا 5 مایه 389 کیلو نیوتن به دست میاد.
خب نکته که وجود داره اینجا واحدهای ما بر اساس کیلو پاسکاله. حالا اگر ما بخوایم تبدیلش کنیم به کیلو پاسکال، باید عددی که در اینجا به دست اومده رو تقسیم بر سطح مقطع بکنیم. خب سطح مقطع میشه پی دی 2/4، یعنی 3/14 ضرب در قطر ستون سنگی ما به توان 2 تقسیم بر 4 که میشه ممیز 2,785. خب پس ما عدد 5,389 رو 5,389 رو تقسیم بر سطح مقطع خودمون میکنیم، تقسیم بر 2,785 میکنیم. عددی که به دست میاد 686 کیلو پاسکال میشه. 686 ممیز تقریبا نیم کیلو پاسکال میباشه. حالا ما اگر برگردیم به این مقاله اصلی و به ازای 20 میلیمتر ما بخوایم بیایم و تنش مربوط به 20 میلیمتر نشست رو بخونیم، برابر میشه با چقدر؟ تقریبا همین عدد 690 کیلو نیوتن. یعنی اگر من این رو تقسیم بر 690 بکنم 1% خطا ایجاد میشه و این نشون میده که ما تونستیم خیلی ساده این آزمایش رو در نرم افزار خودمون به راحتی مدل بکنیم. خب